سانسور رو در ترجمه های فارسی بهتون بگم. پیش از اسلام آنچنان که اون شخص در اون کتابش به فارسی نوشته بود و جناب دکتر انصاری از قول اون شخص انیران بازگو می کردند 5 نوع ازدواج نبوده و 15 نوع ازدواج بوده. 10 تاش، یعنی تاریخ ما رو به نسبت 63-4 تا 65% اون چیزی رو که به فارسی ترجمه کردن برای شما سانسورش کردن. کاری رو که من انجام میدم اینه که این سانسوری ها رو که از دل تاریخ وجود داشته برای شما درشون میارم، زیرا که من سراغ اصل مادر میرم. و خیلی خوب بود که امروز جناب دکتر مسعود انصاری این کتاب رو خوندن که برای من شاهدی باشه که بگم وقتی ما میریم سند و مدرک مادر و عربیش رو میاریم، ببینید که ما چقدر سانسور شده در فارسی به ما تحویل میدن. در اینجا میگه و اشکال التي عرفها الجاهلیون لم تکن خاصه بهم بل هی معروف عند غیرهم ایضا، و شکلایی که اشکال ازدواج، شکلای ازدواج نزد دیگران هم معروفه، لا سیما عند الاقوام شامیه، شامی ها هم این چنین. البته این رو این نویسنده عرب درست میگه، زیرا که در سوریه من 2 سال پیش از انقلاب سر کوتاهی به سوریه زدم و از اونجا به مصر رفتم و یک تهیه کننده کارگردان و هنرپیشه بسیار بسیار خوب و کمدین بسیار بسیار که کارش در سطح بسیار بالایی است به نام دورید لهم، با او قرار داشتم در سوریه و او رو دیدم. در سوریه هنوز هم به اصطلاح پرچم روی خونه ها میزنن که آقای دکتر مسعود انصاری اشاره کردن اون موقع بود. در شام همون سنت ها برخیشون، یعنی انواع ازدواج ها در شام به 7 نوع میرسه، ولی انواع ازدواج ها در عرب تازی ها 15 نوع بوده که در این کتاب من حالا شوربختانه چون نمیتونم فقط نکاح تعدد ازواج به نسل المرأة، ازدواج من تیتراشو براتون میخونم، ازدواج تعدد همسر برای زن، نکاح المتعه، متعه که الان آخوندا نقش جاکشش رو بازی میکنن که همون صیغه است، نکاح زواق بدون شرط و غیره، نکاح استبداع که براتون اینا رو گفتم، 5 نکاح الخدن که براتون خوندمش، 6 المضامده من الضمد و هو ان تتخذ المرأة ذات زواج خلیلا غیر زوجه ها، یعنی هم شوهرشو داشته باشه هم یه دوستم بگیره. بعد این 6می بود. 7می نکاح البدل که عوض درگش میکنن زناشون رو با هم دیگه، انزلی عن امرأتک انزلک عن امرأتی، تو زنتو بده من زنمو به تو بدم، این مبادله. این 7میه. نکاح شغار هو ان یزوج الرجل ابنتو الا ان یزوج الاخر ابنتو لیس بینهما صداق، این دخترشو میده به اون در مقابل این که اونم دخترشو بده به این، دیگه مهر قائل نمیشن، یعنی در حقیقت دختراشون میفروشن به هم دیگه، به جای به خاطر متمتع شدن تمتع جنسی و به اصطلاح بهره‌گیری جنسی خودشون دختراشون رو میدن. بعد میاد زواج المقت که براتون گفتم که اون هم ازدواج با که اینها دونه دونه در تازینامه برای شما تشریح کردم که چگونه. زواج الصبی و هو الحق المحاربین 10میه، در حالی که اگه یادتون باشه آقای دکتر مسعود انصاری
گفتن که اون شخص در اون کتابی که ایرانی نوشته از ادعا کرده 5 نوع ازدواج پیش از اسلام وجود داشته. نه، 15 نوع. من چرا حالا این رو تصادفاً دست گذاشتم روش؟ و در همین جا که زواج المقت رو برده، ازدواج با زن پدر به عنوان بخشی از میراث، میگه کما جاء فی القرآن الکریم لا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف، که ما این رو گفتیم با همسران پدرانتون ازدواج نکنید مگه اونایی که پیش از این اتفاق افتاده، پیش از این قانون، که البته راجبش بحث کردیم که اینم اگه قانون قرار چیزی رو باطل کنه باید شکلی داشته باشه که همین باطلش کنه. بعد زواج الصبی و هو حق المحاربین المنتصرین، ازدواج با اسیران، حق جنگجویان پیروز، النساء المحاربین المغلوبین، که جنگجوی پیروز حق داره با زن جنگجوی مغلوب ازدواج کنه. ولا یشترط فی هذا الزواج رضا الفتاة و رضا اهلها و در این ازدواج هیچ شرطی بر این که اون طرف مقابل اون زن راضی باشه یا خانواده‌اش راضی باشن نیست. اون جنگجو این زن رو به غنیمت برده، باید باش بخوابه، به جای گرفتن. این 10می بود. زواج الاماء، این هم یک نوع بود. 12 نکاح المشارکه او زواج صواحبات الرایات، این یکی از اون 5 بندی بود، 5 اصلی بود که صواحبات الرایات، که یعنی دست جمعی با یه زنی میرن همخوابگی میکنن، و صواحبات الرایات یعنی اون زنانی که پرچم، صاحب پرچم هستن، پرچم سر در خونه‌شون میزنن، که این امروز هم، همین امروز هم، یعنی من امروز رو نمیتونم ولی سال 56 55 من سفری به سوریه داشتم، ببخشید 76 75 76 من سفری به سوریه داشتم. 56 که اصلا ما خیلی کوچک بودیم. 76 و بله پیش از سال به اصطلاح بدید بله 2 سال پیش از انقلاب 1979 این انقلاب ننکین من به سوریه رفته بودم و این صواحبات رایات رو ما دیدیم که پرچم روی در خونه هاشون میزنن. اونجا در حقیقت روسبی خانه است، اینجوری به شما بگم. و 13 زواج الاخوه بالاخوات و الآباء به بناتهم، که محمد یکی از همینا بوده، یعنی ازدواج برادر با خواهرش و پدر با دخترانش. اینم یک نوع ازدواجه. این 13 بود، خیلی هم نفسه. 14 نکاح تعدد زوجات به نسبت للرجل، ازدواج متعدد فقط برای مرد، که این امروز در اسلام این موندنی شده. 15 زواج البعوله او الهادی و هو الذي كان شائعا عند ظهور الاسلام و یتم بان یخطب الرجل من الرجل ابنته فیصدقها بصداق یحدد مقدار ثم یعقد علیها و یکون الاولاد حسب هذه النکاح تابعین للاب. و اولاد در اینا چیزای باقی مونده در اسلام، این 3-4 تا اخیر. ولی 15 نوع ازدواج در پیش از اسلام وجود داشته و نه آنچنان که اون کتابی که به دست جناب دکتر انصاری رسیده بود، نه 5 نوع، 15 نوع. من